السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چطوری که به همگان معلوم است، چند روز پیش جوان با نام استیوپا که در رپسرایی مشهور بود از دنیا درگذشت. خداوند رحمت و مغفرتش کند و از تمام گناهانش درگذرد. واقعا مرگ این جوان برای همه ما و شما عبرت بسیار بزرگی است. ببینید، الان او زنده نیست ولی گناهانش زنده است که در شبکه ها دور میزند و گناهان زیادی را در نامه اعمالش ضم می کند. تا زمانی که آن نوارها وجود داشته باشد، در نامه اعمال او گناه ثبت می شود. تمام نوارهای این برادری مرحوم که الله از آن راضی نیست باید کاملا نیست کرده شود تا در نامه اعمال او گناه ثبت نشود. به همین خاطر یک مراجعت دارم به پدر و مادر، برادران و دوستان و هر کسی که این برادر مرحوم را میشناسند. بیایید برای این برادر مرحوم یک نیکی و خوبی کنیم تا در نامه اعمالش بیش از این گناه ثبت نشود. هر قدری که میتوانید تمام نوارهای او را نیست کنید، تمام گناهان جاریه او را از بین برید تا در خانه آخرت در عذاب نباشد. خداوند در سوره یاسین میفرماید: انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم، یعنی یقینا ماییم که مردگان را زنده میکنیم و آنچه را که پیش فرستاده اند، یعنی در دنیا از عملهای نیک و بد و آثارشان را می نویسیم. ببینید که خداوند در این آیت میفرماید که حتی آثار عملهای نیک و بد انسان را می نویسیم و جزا و پاداش آن را می دهیم. پس به من بگویید که این همه نوارهای ریبسرایی، محفلهای شیطانی، باطل بازی که در آن تحقیر و اهانت یکدیگر می شود، مگر آثار گناه نیست؟ مگر آثار بد نیست؟ آثار و اثر یک چیزی است که انسان بعد از مرگ خود به جا میگذارد، خواه نیک باشد خواه بد. این سخنان به دیگر ریبسرایان و سرایندگان هم دخل دارد. نشود روزی که شما در قید حیات نباشید و گناهان شما زنده باشند. خوب اندیشه کنید برادران و خواهران عزیز.